برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان و سلام درود و بی‌پایان به شما بینندگان عزیز گرامی. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم و در برنامه امروزه ما در موضوع حبس شهروندان صحبت میکنیم. حبس شهروندان در تاجیکستان. چرا؟ برای آنکه حبس شهروندان در تاجیکستان یک ساحه فراگیر بیزنس است که هزارها نفر را نه تنها میخوراند و میپوشاند بلکه صدها نفر را میلیونر کرده است. در باره این بیزنس صحبت میکنیم. بازداشت، بازپرسی، نگهداری در سیزا، مرافعه دادگاهی، قرار دادگاه، زندان، بازدید از زندانی ها، خوراک رسانی به آنها و بالاخره با گردش پولی صدها میلیون دلاری زینه به زینه بیزنس قشرهای از مقامات قدرتی و تفتیشاتی را میچرخاند. در تاجیکستان دادستان ها، دادرس ها و افسران وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیتی ملی، اگنتی مبارزه با فساد، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، ریاست زندان های وزارت عدلیه و چند نهاد دیگری هستند که بیزنس یگانه اشان بازداشت و حبس و نگهداری مردم در زندان هاست و از آن میلیونر شده اند. ماشین های تگی پارا ببینید، خانه های و کاتیج ها را، ویلا ها را ببینید، کر و فرشان را ببینید. اگر معاششان را حساب کنی خندت میگیرد. بپرس معاش در یک ماه چند پول معاش میگیری؟ رقمشان را میگویند، خنده آدم میگیرد. نخواد با همین معاش 1000 2000 3000 سومونی تو این خیل ماشین سوار شوی، این خیل ویلا داشته باشی. طبق تحلیل ها در تاجیکستان سالانه حدود 20,000 نفر بازداشت یا بازپرسی می شوند و کار بیش از 80% آنها در مرحله های اول حل می شود. باقی به زندان ها فرستاده می شوند تا آخرین حلقه نیز از درآمد محروم نشود. بیزنس بیشتری نهادهای ذکر شده در مرحله بازداشت اولیه تمام می شود. کارمندان وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیتی ملی، اگنتی مبارزه با فساد، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، افراد گمانبر شده را بازداشت می کنند که بیشترین افراد بازداشت شده تنها در آن گمانبرند که پول دارند. پول داشتن در تاجیکستان بسنده است که زیر نظارت این نهادها قرار گیری و روز از روزها با اتهام بازداشت بشوی. در تاجیکستان پول داشتن هم خیلی خطرناک است. بازداشت که شدی، بعد بازداشت و معمولا لط و کوب و شکنجه، گمانبر با پرداخت مبلغ وابسته به شرایط اجتماعی خود آزاد می شود. حساب کردن حجم این مبلغ ها کاملا غیر امکان است، چون از 300-400 دلار تا میلیون ها دلار هم می رسد و برای هر یک نفر علاهیده در جریان گفت و شنیدهای طولانی دالیه مقرر کرده می شود. فرض کرده برای مثال یک مرغ دزد، شخصی که مرغ را دزدیده است، می تواند با 300 دلار جانش را خلاص کند. اما یک صاحبکار موفق، یک تاجر مواد مخدر می تواند میلیون ها دلار پرداخت کند. ما نام چند صاحبکار را در دست داریم که به رهبران این نهادهایی که گفتمتان، به خصوص کمیته دولتی امنیتی ملی و وزارت کارهای داخلی بیش از میلیون دلار پرداخت کردند.
مرحله دوم این بیزنس بزرگ بعد افتتاح پرونده شروع می شود. چه خیل؟ این مرحله اساساً به دادستان ها تعلق می گیرد. هرچند گاهی در اتاقهای نهادهایی که گفتم ختم می شود، تمام می شود. خرج نفری که در مرحله اول نتوانست جانش را رها کند در مرحله دوم چند برابر می شود. دقت دهید تماشابینان عزیز. برای مثال یکی را با اتهام بازداشت می کنند و $1000 طلب می کنند. اگر این نفری بازداشت شده با کدام سببی نتوانست مبلغ پیدا کند یا شاید فکر کرد که بیگناه هست و نجات می یابد یا اینکه دلش به پولش می سوزد سختی می کند پول را نمی دهد، این نفر به مرحله دوم می گذارد و مجبور می شود $3,000-4,000 پرداخت کند تا پروندهش به دادگاه نرود. آنجا روی راست می گویند که اکنون نانخورها زیادتر شدند. همون در مرحله یکم کار رو میپذاندی $1000 میدادی میرفتی. حالا اکنون اینجا که دلعت آمد، پرونده آمد، نانخورها زیاد شدند. و این گروهی نانخورها که اساساً دادستان ها هستند اشتهایشان هم به مراتب کلان است. نمیخیر. اینجا که کارت حل نشد $3,000-4,000 دادن به هم راضی نشدی، به مرحله سوم گذرانیده میشوی. مرحله سوم نگهداری در بازداشتگاهی موقتی، سیزو میگوییم که سیزو در سیزو است. هرچند خراجاتش مثل دیگر مرحله ها نیست، عذابش سخت و سنگین است. در سیزو بازداشت شده ها باید هر روز مبلغ معینی را پرداخت کنند. در صورت سر نفر آوردن شکنجه های را برایشان روا میبینند که اثرش تا آخری عمرشان باقی میماند. همچنین برای هر حرکت، برآمدن به هوای تازه، دریافت خوراک از نزدیکان یعنی گرفتن پیردچه، زنگ تلفنی، عوض کردن لباس، آب بازی، انا همین خیل و غیره و هاکذاها باید مبلغی را پرداخت کنی. در سیزو پول گفتگوشان را داده راضی کرده از سیزو خارج نشدی، به مرحله چهارم دچار میشوی. مرحله چهارم بررسی پرونده در دادگاه است. در دادگاه، در سود. اگر گمان بر شونده نتوانست بیگناهیش را نزد میلیسه و امنیتی ها و دادستان با اجرای درخواست آنها ثابت کند، پروندهش به دادگاه می رود و نه تنها خرجش بیشتر می شود بلکه شانسی به آزادی برآمدنش تقریبا برابر به 0 می شود، صفر. در چند سال اخیر دقت دهید تماشابینان عزیز، در چند سال اخیر در تاجیکستان تنها 1 نفر را دادگاه سفید کرد. نتیجهش چی شد میدونید؟ علیه سود، علیه دادرس پرونده کشودند. همون دادرسی که 1 نفر عیبدار شونده را سفید کرد علیهش پرونده کشوده شد. در این مرحله به گمانبر شده اساساً 1 شرط گذاشته می شود: یا فلان مقدار پول پرداخت میکنی 4-5 برابر مبلغی که بعد بازداشت میلیسه ها یا امنیتی ها طلب کرده بودند. میگن که یا فلان مقدار پول پرداخت میکنی 3 سال زندان میشوی، یا اینکه با پول دادن خصیصی کنی 10-12 سال شیشته میبرای. ده جوره. برای چی این خیلی است؟
سبب اصلی بالا بودن حجم خراجات در این مرحله یعنی دادگاه این است که از آن باید حداقل نماینده 3 نهاد درآمد گیرند: دادستان، دادرس و وکیل دفاع. دادستان، دادرس، وکیل دفاع. وکیلان دفاع هرچند موسیچه بیگناه خودشان را میگیرند، چندان بیگناه نیستند. گاهی دیده می شود حق این وکیلان دفاع، اینا رو من وکیلان دفاع نمیدونم، اینها پسردنیکا، گاهی میبینی که حق این پسردنیکا از حق دادستان دادرس بیشتر است. این پسردنیکا با دادرس و دادستان حجم مبلغ را مصلحت کرده به نزدیکان گمانبر میرساند و از انصافش وابسته است که چقدر به بالای آن دو مبلغ حق خودش را میگذارد. ببینید، برای مثال چیزی که خودم میدونم، یک وکیل دفاع از ناحیه باباجان غفوروف از 3 خویشاوند خودش که رحم کرده است، خویش و تبار خودم گفته، در پرونده اشتها $2000 گرفته است. $2000. با این هم رحم کرده که خیلی خویش اقربای خودم گفته. مرحله پنجم اکنون تماشابینان عزیز بعد از دادگاه زندان است. البته زندان. اینجا که آمدی برای نه تنها جای خواب و گرفتن خوراک از نزدیکان و واخوری با آنها، بلکه حتی برای جلب نظر مسئولان زندان باید پول پرداخت شود. نگهداری یک محبوس برای بودجه دولت شاید ماهانه حدود $20 تمام می شود، اما برای نزدیکانش نه کمتر از $200. خراجات افراد ثروتمند، نفرانی که پول مال دارند، ثروتمند بودند و به دست این ظالمان افتادند، تا $500,000 در یک ماه است. شاید زیاد هم باشد. اکنون در زندان هستی، شاید به مرحله ششم هم دچار شوی. مرحله ششم عوف است. عوفی جناب عالی، پیشوای ملت. این عوف به مسئولین، به نفرانی که با زندانی ها سر کار دارند، $10 میلیون درآمد دارد. حجم درآمد از این بیزنس به حد بزرگ است که یکی از کارچلانترین قدرتمندترین بیزنس وومن های کشور، دختر رئیس جمهور و رئیس دستگاه رئیس جمهور آزاده رحمان، آن را مناپولی کرد. همین بیزنس رو هم مناپولی کرد. من بعد به عوف تنها آنهای شامل می شوند که نماینده آزاده در کمیسیون آید به مسئله های بخشش جزایی نزد رئیس جمهور فردوس حیاتزاده تصدیق کند. برای تصدیق حیاتزاده باشد، باید یکی از نزدیکان محبوس با بسته دلارهای آمریکایی به زیارت او برود. سبب اساسی وارد شدن آزاده رحمان به این بیزنس شاید آن باشد که نظارت آن و جمع‌آوری همه مبلغ‌های رشوه آسان است. صلاحیت تمام نهادها در عوف محبوسان به حد پایین برده شده است که دیگر آنها حتی حق حرف زدن درباره آن را ندارند. فهمیده شدید؟ مثال عادی، در نشست خبری وزارت عدلیه تاجیکستان که امروز 12 ایول در شهر دوشنبه برگزار شد، وزیر عدلیه مظفر اشوریان از شرح
خبرهای مربوط به قبول شدن قانون درباره آو به افتخار 30 سالگی استقلال تاجیکستان خودداری کرد. این نفر گفت که حالا در این باره به وزارت عدلیه چیزی معلوم نیست. خیلی معلوم نیست. این در حالی است که حداقل 4 منبع ما از رشوه‌ستانی ها برای شامل کردن محبوسین به عفو خبر داده بودند. اولین خبر رشوه‌ستانی برای عفو را ما هنوز 1.5 ماه پیش دریافت کرده بودیم. وزیر عدلیه در این نشست مطبوعاتی قبول شدن این گونه قانون را تصدیق هم نکرد، رد هم نکرد. فقط گفت که موافق کنستیتوسیا آو از حقوق‌های استثنایی پرزیدنت تاجیکستان است که به مجلس نمایندگان پیشنهاد میکند اگر چنین لایحه قانون به افتخار 30 سالگی استقلال تاجیکستان آماده شود خبرها نشر میشوند. حالا در این باره برای وزارت عدلیه چیزی معلوم نیست. این گپ را وزیر عدلیه گفته شده است. این اظهار نظر وزیر عدلیه در حالی است که تماشابینان عزیز مردم و رسانه ها از عوف فراگیر و حتی به قول طلایی در عرفه جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان حرف میزدند. حالا همین خیلی گپ رفته شده است که عوف طلایی می شود. عوف طلایی را مردم گپ کرده شده است، رسانه ها گفته شدند، وزیر عدلیه نمیداند. تماشابینان عزیز حالا وزیر عدلیه در حال اظهار بیخبری میکند از عوف طلایی که منبع‌های ما قبلا درباره زیر نظارت آزاد رحمان دختر رئیس جمهور رفتن معرکه عفو و به او تعلق گرفتن رشوه ها خبر داده بودند. ماه گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در هیئت کمیسیون عاید به مسئله های بخشش جزای نزد رئیس جمهور تغییرات وارد کرد. بر اساس این فرمان فردوس حیاتزاده معاون اول آزاد رحمان دختر رئیس جمهور و رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور تاجیکستان به هیئت کمیسیون عاید به مسئله های بخشش جزای نزد رئیس جمهور شامل شد. فردوس حیاتزاده معاون اول آزاد رحمان. حالا فردوس حیاتزاده که از این پیش در وظیفه معاون سردار خدمات اجرا کار میکرد، ماه دکبر سال گذشته به مقام نایب اولی آزاد رحمان رسید. 2 هفته قبل منبع‌های ما خبر داده بودند که نایب آزاد رحمان از نزدیکان محبوسان برای شامل کردن نام آنها بر روی خط عفو بخشیده به 30 سالگی استقلالیت رشوه جمع میکند. فردوس حیاتزاده به عوف طلایی رشوه جمع کنی را سر کرده است. معاون آزاد رحمان وزیر عدلیه به خبر که عوف می شود نمی شود. خبرگزاری از پلیس نیست 1 ماه پیش 10 ایون سال جاری با استناد به منبعش از وزارت عدلیه از آمادگی ها برای قبول این قانون خبر داده بود. از پلیس گفته بود که درباره جزئیات این قانون حرف زدن خیلی بر وقت است، ولی گفته بود که عفو خواهد شد این دقیق است. این رو با استناد از منبعش گفته بود از پلیس. اما حالا وزارت عدلیه نهادی که این قانون و شرایط و قاعده های اجرای آن را ماها قبل باید آماده کند از آن اظهار بیخبری میکند. به گمان غالب این وزارت از دستگاه رئیس جمهور یعنی انقترش از آزاد رحمان چنین فرمان گرفته است تا با اظهارات ناجایش به جریان بیزنس نو آزاد رحمان خلل وارد نکند. در تاجیکستان عمدتاً به افتخار سالگرد جشن‌های بزرگ دولتی عفو اعلان کرده می شود. آخرین عفو که در تاجیکستان قبول شد به افتخار 25مین سالگرد قبول کنستیتوسی کشور در سال 2019 بود که
بیشتر از 20,000 محبوس و گمانبر و سودشونده و محکوم شونده ها را فرا گرفت. آن زمان هم 10 نفر از پرداخت رشوه برای شامل شدن پیوندان محبوسشان بر روی خط عفو خبر داده بودند. هرچند وزارت عدلیه از قبول قانون عفو اظهار بیخبری میکند، میتوان با اطمینان گفت که این قانون قبول خواهد شد و آن حتما از روی شماره آزاد شدگان طلایی خواهد بود. آزاد رحمان به بیزنس های میده چوده وارد نمی شود. نولش را به بیزنس های میده چوده نمی خلاند و به هر بیزنس هم که وارد شد کوشش میکند حد اکثری درآمد را از آن به دست آورد. در این بیزنس دختر رئیس جمهور 10 میلیون دلار و شاید بیش از 100 میلیون دلار به دست آورد. بعد قبول قانون عفو، حساب‌های آفشاری آزاد رحمان 100 میلیون دیگر غفص‌تر می شوند. اما مردم به پیشوای رعیت پرور و مهربان و عفو کننده حمد و ثنا می خوند. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. با همین یک و یک شما را به الله پاک می سپارم. خدا حافظ. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.